Zombie Apocalypse. Shit, here we go again. خانم ها و آقایون، به طور رسمی اعلام می‌کنیم که ویروس کشنده کرونا وارد شهر لس سانتوس شده و شهر وارد قرنطینه می‌شود. زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی اجباری و با هر گونه دور همی و مناسبت برخورد قانونی خواهد شد. معصومه حمیدی نژاد، قم، نه چیز، روم. ای تو چنه میکروب؟ جانم جناب سرگرو. سرگرد جونم. داشتی چه غلطی بکردی؟ من با هیچی بخونم، فقط که سندروم دستشویی قرار داشتم، کاری نمیکردم. کلا میگم این چون چه بکنی؟ پس کجا چه کار کنم؟ اچه سس ماسک خونی؟ هم ماسکت کجاست؟ ماسک؟ آلوبی شده؟ ای بنازمه. ویروس کرونا و مسا میشه. با ماسکت ازنی تو تر سبوی روی میشه. خدا سرشانی من که 100% سالم و پاسونیزم. خیالت راحت. نگاه که باشی پرنده ها شروع کردن به ریدن، ولی شنیدم اینه که رفتن برکن دانه خدا سر شاهده. دستگیرش کنید. من که بهت گفتم همینجا بهترین آفتاب میتابه، نیاز نی بریم لب ساحل. هی سر خودتو میزدی. نیگا من هدفم آفتاب گرفتن نبود. یه دختر هر روز میومد رد میشدم چشمک میزد، داشت بهم رسما پا میداد. خب منم خواستم برم بهش دست بدم، تو که نمیذاری. تو جنبه یه دونه چشمک هم نداری؟ خاک تو سر آفتاب تو بگی سری پاشو ویتامین G بدنم کم شده عوضی. ویتامین G دیگه چیه؟ ویتامین گوادین. چه مرگتونه؟ باز جنس موتور رایدو رو زدین و بهتون نساخته؟ جنس چیه حاجی؟ من 2 سال ترک کردم، صبح دنبل میزنم بابا. این داره ان میگه، تو اگه بزن بودی اسم جیلت بود. حاجی ویروس جدید اومده لس سانتوس، اسمش کرونا، خطرناکه. چی اون که رپر بود؟ پسر آلبوم گوسالاشو شنیدی یا نه؟ جدید اومده، خیلی سمه. نیگا من تو این مدت انقدر سمیه رو گوش دادم ازش حامله شدم دیگه، اصلا اسم هر آهنگی میاد عق میزنم. حاجی اون رپر اسمش سورنا، نه کرونا. آلبومش هم گرزنه، نه گوساله. اخبار اعلام کرده کرونا اومده، اگه بگیری خیلی سریع سرایت میکنه به بقیه، تازه خیلی هم کشنده. تو گروه استریت از این خبرا نیست که بابا اینجا رو گوزا اسموک ضد عفونی کرده، به ویروس بیاد میرینه تو خودش. والا دیگه از ما گفتم بود، علائمش هم سردرد و استفراغ و عطسه، سرفه. ببینم گوات کوچولو، احیانا تو همین 2 دقیقه پیش سرفه نکردی؟ قاسم هم سرفه کرد. اول خودت سرفه کردی. What the fuck؟ به قرآن من توف گرفت گلوم. شانس آوردیم، داشت خطرناک میشد. یعنی رئیس جمهور کره شمالی باید بیاد جلو تو لنگ بندازه، مردی که پوفیوز. بلو همه با هم دست و بلو تو جینجاز نداری لالو، من بهترین رپرم والا. لالالالالالا. چی میگی تو بابا بچه خوشگل آب تصفیه خور؟ بکش کنار تا فاز کلمون نپروندی. من اینجا فرمانروایی میکنم. بابا حالا تو برو فعلا فرمانروایی خامه‌های باقی رو به عهده بگیر تا ما به کارمون برسیم. آقا نادر بریم. امشب میخوام لاغرتون کنم لعنتیا، پس یفت سواش و روبیت سفید بام بیا. ماشاءالله. The fuck is that? صدا آژیر پلیس میاد، الان میریزن فیتالیتی بارونمون میکنن. گوز باعث خوشحالیست، بگوز ببین چه عالیست. یک بار تو امتحان کن، بادی زکون رها کن. یا حضرت پاش کمک. بابا اون همه آدم اونجا بود، چرا همه تو چسبیدی تو باسن من؟ از اول خوش بیار بغل تا نیومدم بغلی. چه خبرت؟ درجه کندی نکبت آشقا پلیس آمدن. چی ان میگی؟ من که نمیفهمم چند حرفه، تو جیب جا میشه. پلیس آمدن بگیرنم آشقا، دنبال من. هم باز چه غلطی کردی؟ چند بار بهت گفتن تو خیابون جیش نکن، خلاف قوانینه. چی میگی بابا؟ صورت با بچه‌ها مهمونی گرفته بودیم، اینا اومدن داخل بگیرنمون. داخل یه وری به خاطر ویروس جدیدی که اومده همه جا رو قرنطینه کردن، بعد تو اومدی مهمونی گرفتی.
وای اومدن، چه گویی بخورم من. حالا چند نفر هستن؟ بابا نهایت 2 تا مامورن دیگه، به شرف برو دکشون کن تا من پنجره پشتی فرار کنم. بدو خیالت راحت باشه بابا، من خوراکم پیچوندن پلیسه. هالی فاکین شت. زود تون سری گو رفیقت کجاست وگرنه زنده تشت بزنم پشت تبری سرت خراب کنم. به نام خدا سلام عرض میکنم، خوشبختم. حقیقتا نمیدونم راجع به چی دارین حرف میزنین نیگا. رایدر ویلسون یتیمه، تو جوب یافته شده. این کارت ملیش، این گواهینامه‌اش، اینم تست دی ان ایش. سلام چطورین؟ ببخشید من توپم افتاده بود بیرون، با اجازه خداحافظ. اگر اجا تکون خوری ماشه رو بکشم. تکون بده. گو بینم چند نفر دیگه مهمونی بیده نه؟ یعنی شما هیچ کدوم پیگیر بقیه نشدین، فقط چت زدین سر من؟ تو صاحب مهمونی بیدیه، آمار همه هم تو داری، نیازی به کس دیگه هم نه. ببین اگه اساسی مانکنم بچه مسلمون در اومد آقا، ولی از میکی آمار در نمیاد. جناب سروا فکر کنم با اساسی مانکنم همکاری داشته باشه، قیافش برام آشناست. نکنه سمایه ابوه انکات بردار بینم. میگم ناموسن چی زدین؟ نکنه از صادق 57 مواد گرفتین، چون اون دقیقا این منطقه رو تامین میکنه. جاسم 54 ویدیو چک لطفاً کلیپ جدید ساسی مانکن چکش کنه. دریافت شد. حضور در کلیپای مستعجل به پروندهش اضافه شد. به خاک پدر اسموگی فتوشاپه. خب خیالتون راحت باشه، دستمال توالت، انواع کنسرو، الکل 70% و پوشه وصیت‌های امام، همه چی برای قرنطینه حسابی آماده است. اینا رو از کجا آوردی؟ اخبار گفته بود هیچ کدوم از اینا در دسترس نیست که. نیگا تا هنوز منو نشناختی. مغازه رو بکنید، ما دستمال توالت نداریم. آخ خدای من، چرا متوجه نیستیم؟ بهتون میگم همه چی تموم کردیم، تو پدی خالی شده. آی گلابی، دستمال توالت به میدی یا به جاش از خودت استفاده کنه؟ خشونت چرا عزیزم؟ همه رو احتکار کردیم تو انباری سوپری، انتهای راه رو سمت چپ. حالا شدی پسر خوب. اینم برای اینکه تا تو باشی احتکار نکنی دیگه، عوضی شورتی. تو هم یه آرپیجی آشغال گرفتی دست تو پن شدی کف خیابون. نیگا با اینجا زوری حق تو بگیری. آفرین بر تو سی جی. حالا سهم کنسرو و الکل منو بده تا زوری نیومدم برات. بدو. تو هم سهم ما رو بردار. با منی؟ نه با شهرامم. من که بهرامم. آنم تو اسمتون برداریم بریم دیگه تو قرنطینه دیگه 2 تا اسکول افتادیم. میگم این کنسروا چیان گرفتی همش لوبیان و خود غذا گیاهخوارا. خود گیاها شبا میرن سر یخچال گوش میخورن. اتفاقا برات گشتم دنبال کنسرو ان، ولی خب تموم کرده بود. 2 دقیقه خفه شی میرم اخبار چی داره میگه. به اطلاع شهروندان لس سانتوس میرسانیم که نیمی از جمعیت شهر به کرونا مبتلا شده و وضعیت فوق شخمیه. ویروس به صورت یک موجود زنده در حال گردش در شهره. جان مادرتان در خانه های خود بشینید و از دور همین بپرهیزید. توهی مغزهای پوفیوز. من که الان میرم فسوری ذخیره یه مامو تامین میکنم دیگه، هم بیرون نمیام. واقعا که لطف بزرگی میکنی تن لشتو از اینجا برمیداری تا باشه از این نعمت‌ها. توی مدت نه من سر میزنیم نه زنگ. میخوام یه نفس راحت بکشم، گوه تو همتون بره. هولی شت کرونا بگیرینش. چرا گو میگید احمقا؟ یه هوا تمیز نی آدم یه نفس عمیق بکشه. یه مش الاغین چوسیدین تو خونه. گم شید بیرون بابا. و اما حجت الاسلام در رابطه با ویروس کرونا اطلاع دادن که روغن خیلی خوب آقا، جمع کنین برین خونه هاتون. آره خلاصه از وقتی روغن بنفش شیاف کردم این قدم هم حتی بلندتر شده. اوی همان تکیه نده به ماشینم. اوی نگاه کن چسبید به در ماشین کرونایش کرد. ای ریدم تو دهنه. الکلم که همراهم نیست لعنتی. یا نصف امامزاده ها. من اون مرغ سیاه بولم
گریزان آشیان از من از آشیان خوشحالم. ای خدا چرا هر جا میرم صدا نتراشیده توی کف دردم گوشمه. به اضافه خونه داشت ناز نفسش. حالا دیدی اسکول، من تو زندانم طرفدارای خودمو دارم. چی میگی با عقب مونده؟ میگم بخونی صدا معده هوشنگ نیاد. من چیکار کنم آخه سندروم معده صدادار دارم، هی قرقر صدا میده. به شرفتون خفه شین. چه گیری کردم باش ما توی سلول افتادم ها. بابا تو یکی دیگه زر نزن جان شرفت. آخه احمق، من پلیس هم خودش میفته تو زندان. تیوب 2 نفر از زیر دستام ازم آتو گرفتن. مجبور شدم برای تنبیه خودم یه مدت اینجا باشم. چه آتویی گرفتن ازت کلک؟ تخلیه کنید، این رستوران پولامپه. ای یاره برای چی تو قرنطینه میای غذا میخوری؟ بیار بالا ببینم، تخ کن. برای چی داخل قرنطینه مغازه بازه سمیه؟ سمیه کیه؟ من مولودم، فقط یه صندوقدار سادم. الحق صندوقدار حقی هم هستیم. پس که اینطور. خب حالا این افسر رو صدا بزن، قربون دستت، بیا منو آزاد کنه برم کار دارم. بدو. اون وقت چرا باید همچین کاری کنه؟ چون من تمام زرایی که زدی و ضبط کردم. بدبخت گوشیمم تو شورتم بود، افسر نتونست پیداش کنه و ازم بگیره. احیانا که نمیخوای بالا سریا داستانو بشنون. Fuck my life man. آقا وایسین فاصله اجتماعی رعایت کنی، کرونا هستا. آره راست میگی. خب فاصله بگیر که از دور به هم شلیک کنیم. به گلوله هاتون الکل بزنید، اگه به ما خورد کرونا نگیریم. اسکل گلوله بهت بخوره که کلا میمیری. راست میگی. چی شد؟ ایو چه بدبختی، پوست پفکم باید 300 بار بمالیم. فاک صابون رفت تو چشم. دنبل بزنیم هیکلمون تو قرنطینه نخوابه. چرا تخم مرغ فوش نی ولی تخم سگ فوشه؟ چه بدنی داری سمیه؟ چه پرده زشتیه؟ سلیقه کدوم خریه این؟ چطوری سیجی جون؟ قرنطینه واسمون سر رفته. سیستم روشن که بریم شهر باتیش بکشیم. پایتم نیگا، بچه ها رو خبر کن تا بیان. نیگا شما هم تو قرنطینه حوصلتون چپ و راست میرینه؟ خب زندگی سگیتون رو رها کنین، بیاین زندگی مجازی تو دنیای ما رو بچسبین. گرافیک بالا، کلی مود باحال جذاب، کار کنین، خونه و ماشین بخرین، با دوستاتون و من و بقیه نگاه کلی خوش میگذرونیم. اول میریم تو سایت ایران mta.ir، اونجا بازی سنندریس رو نصب میکنیم. حواستون باشه نباید هیچ مودی رو بازی باشه. بعد نصب بازی میریم سراغ اصل کاری، یعنی برنامه MTA برای آنلاین بازی کردن. محل نصب رو انتخاب میکنیم تو پوشه خود بازی سنندریس. ایزی. حالا برنامه MTA رو اجرا میکنیم. کویک کانکت سرور ایران MTA رو سرچ میکنیم. یه ثبت نام سریع و آسون، بعدش هم ورود به سرور. حتما بیاین، منتظرتونم. الان زنگ میزنم سویتم میاد. مخاطب در حال عبادت است و پس از نماز با شما تماس خواهد گرفت. کلمه ای که با پ و دال شروع میشه. منتظر تلفناتون هستیم. همین الان زنگ بزنید. پدر سگ؟ نه عزیز من، پدر سگم نمیشه. پدر سگو با خود پدر سگت بودم. پدر سگ دارم میگم پدر سگ خونه دلم. تو تا دیروز بچه شلنگاوات بودی، از جو آب میخوردی، حالا برای اون حرف کلمه میذاری کسگم. نه یادم نمیاد. فعلا خدا حافظ. از لونتون بیرون بیای جا کشا. بعضی وقتا میری تو لش میذاری تو زب یه سیری تو پک، بعدش هم میری تو جمع. بهت میگن اینجا لاس وگاس نیست، نمیتونی مثل پاک شاخ به شاخ شی. دیگه بازی تموم شد. کرونای پافیوز. الان نسلتون رو با ناصرالدین شاه قاجار پیوند میزنم. یا بخوره ای کرونای گواد، هر کی با گروه استریت بر افتاد در افتاد. احساس میکنم داری برعکس میگی. خفه، مشکلی داری بایا کن. اینا چرا هر کدوم یه صدا مختلف دارن؟ ما کرونای جهش یافته هستیم حرومزاده. عجب ویروس بددهنی حرومزاده خودتی. آهای ویروسای بی‌ناموس، اینجا دیگه آخر خطه. آهای ویروسای ناناموس، this is last خط برای شما، چون ما الان جرتون میدیم نکبتا. اینا چرا فارسی دارن حرف میزنن؟ من که دارم واسه شون همیشه ترجمه خاک تو سر بیلیاقتتون کنم. لاشی ویروس هم لاشی. نگاه همه با شمارش من 1 2. ببخشید
از شدت ترس گزیدم. هه اصلا در نداشت. حالا بهت نشون میدم ربات مسخره. پلن بی آشغالا از رقصم انتون بگیره نکبتای عوضی. ساسی مانکن پلی کنید تا اسهالشون بپاشه. شاشم تو دهن یکی شو. عجب شاش گوارایی. حالا چی آقایون نابغه؟ پلن سی. تا 30 ثانیه وقت داریم وصیت کنیم هممون. با نگران نباشید تا وقتی ماسکو داریم هیچ گویی نمیتونن بخورن. اتفاقا خوب شد گفتی. خیلی هم عالی. حالا وقت قربانی گرفتنه. سوید واقعا خری. چی فکر کردی؟ فکر کردی فقط خودت خری؟ آهای نفس کش. آخ جون سوپرمن. احمقی صدا اسموک سوپرمن انه. این سوپر انه. وای خدا کنه که گشنش باشه. این تو گشنگی از 100 تا ویروس هم سکتره. خیلی خوشمزه بود. شما به نظر درشتر توپلی‌تر میان. یه لقمه چپتون کنم یا چی؟ یه لقمه ای چپمون کن تا راست کنیم برات. صدای غارغور شکممو میشنوی؟ اون نیمگوز کرونایی که زدم حسابی اشتهامو تحریکم. میدونین اگه اشتهام تحریک چی میشه؟ پیپیا. چی میشه؟ الان بهت حضوری نشون میدم. ای تو روح هفت نسلت. فش عجب نهار حقی بود به مولا. با سس چس و روغن مگس میخوردی بیشتر بهت میچسبیدا. اسماک جان فقط احساس میکنم یه کوچولو فرمت به هم خورده. شبیه مثلث شدی که نوکش ان کفتر ریخته. چی حل میگی بابا؟ من که هیچ تغییری نکردم. فقط حس میکنم یکم باد پیچیده تو شکمه. اونی که تو شکمه پیچیده باد نی، طوفان سگیه. ببین هر کاری میکنی فقط جون مادرت از دشویی 2000 کیلومتر اونورتر استفاده کن. ولی به مولا عجب طعم لذیذی داشته. فقط یکم حس میکنم حالت هوا دارم. رنگت هم پریده. داری شبیه شیاف تاریخ مصرف گذشته میشی عوضی. نگاه 2 دقیقه صبر کن الان یه چای نبات برات درست میکنم اوکی میشی. خیالتون راحت بابا. من بیگ اسموکم. فقط کافیه تخلیه کنم. وایسا فقط ما بریم بیرون بعد هر غلطی خواستید. اینم از بهترین واکسن برای درمان کرونا. لعنتی مژده بده که بهترین واکسن کرونا رو ساختم. واکسن ساختی؟ تو میتونی داخل شلوارت هول میشی لباسو عوض میکنی. من واسه ما واکسن ساختی پلشت. آخه یه بری من ویروسا رو خوردم فکر واسه چی؟ که با ریز و درشت موجودیتشون آشنایی پیدا کنم واسه ساختن واکسنشون. من که اختراعات تو اعتماد ندارم. صبر کن به بقیه بگم شاید حاضر شدن از جون بی مصرفشون بگذرن. هی کراکی داری چه گویی میخوری؟ دارم اوقاتمو سپری میکنم. مگه نمیبینی؟ خب معلومه کشیدی زیادی بالایی. باشو بیا واکسن اسموکو بزن تا دیگه کرونا نگیری. حاجی من تو بالاترین حالت بنگی هم که باشم باز نزدیک چیزی که اسموک بهش دست زده باشه نمیرم. خب عزیزانم دکتر اسموک کارش به اتمام رسید. با موفقیت واکسینه شدین و صبر کنین که فقط دوز دومم بزنم. فقط اجلو چشام خفه شو منیوچ. بالا سرم چه گویی میخوری؟ بکش وای.